امروز 23 январ است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. در کنارتان عزیزان سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوعها. سال گذشته حدود نیم میلیون شهروندان خارجی شناسنامه روسیه را گرفتند. ده ها هزار نفرشان تاجیکانند. دایره خط سرخ باز هم تنگتر شد. امید باباخانов مؤسس و سردبیر نشریه آزیا پلوس را فضای کاری رسانه‌های مستقل نگران کرده است. اون خط پیش هم وجود داشت اما باز محدودتر شد. و سفیر اوکراین میگوید جنگجویان تاجیک دویش در قلمرو این کشور هستند. بعضی از آنها به وطن استرداد شدند. شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند. یک مقام وزارت امور داخلی روسیه گفت که سال 2019 شمار خارجی های صاحب شهروندی این کشور شده تقریباً 2 برابر زیاد شده است. سال گذشته 497 هزار نفر شهروندی روسیه را گرفتند که 44 هزار نفر آنها تاجیکان می باشند. به همین ترتیب بعد اوکراین و قزاقستان بیشتر از همه شهروندان تاجیکستان شناسنامه روسیه گرفتند. همچنین در این مدت برای بیش از 1 میلیون و 700 هزار نفر خارجیان در روسیه اجازه کار و یا پتنت داده شده است. مهاجران به پتنت حق کار کردن در روسیه را ندارند. بدون آن جریمه و از قلمرو این کشور اخراج می شوند. روز گذشته سفیر اوکراین در تاجیکستان با روزنامه‌نگاران تاجیک ملاقات داشت و از جمله درباره همکاری‌های دو کشور صحبت نمود. او گفت در چند سال اخیر برای اولین بار محصولات کشاورزی طبیعی تاجیکستان به بازارهای این کشور راه پیدا کرد. به اطلاع سفیر حال حاضر تبادل مال و کالا بین دو دولت بیش از 37 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. افسانه اکبرشو که در این نشست خبری شرکت داشت میگوید وسیلی ثروتیوک به موضوع حضور جنگجویان تاجیک در قلمرو اوکراین نیز اشاره نمود. با گفته وسیلی ثروتیوک سفیر اوکراین در تاجیکستان در قلمرو کشورش جنگجویان دیش حضور دارند و در میان آنها شهروندان تاجیکستان نیز هستند. با اوکراین آنها از راه‌های مختلف وارد می‌شوند، از جمله طریق قلمرو ترکیه. شهروندان تاجیکستان که در جنگ ها شرکت کردند، اوکراین را همچون کشوری ترانزیتی و بودوباش استفاده میبرند. یعنی آنها با شهروندان اوکراین نکاح ساخته میبندند تا شهروندی اوکراین و یا حق اقامت موقتی را به دست بیارند و بعداً فعالیت خود را شروع میکنند. خدمات اکتشافی ما در این مورد معلومات دارند و برای مؤثرتر کار کردن با خدمات اکتشافی شما همکاری دارند. تکرار میکنم، تروریسم این تهدید به همه انسانیت است. новобаста аз вуҷуди чунин маълумот украина танҳо бо рӯи даст доштани корти интерпол ҷангҷӯҳоро истирдод мекунад. اگر کارت اینترپل هست که این شهروند تاجیکستان در جستجو قرار دارد و یا مقامات مسئول درخواست کنند که این شهروند را استرداد کنید، ما این مسئله را بررسی میکنیم. дар тӯли 4 соли ахир мақомоти украина наздики 10 нафар шаҳрвандони тоҷикистонро ки дар ҷангҳои диш пайвастагӣ доранд ба тоҷикистон истирдод карданд. گزارش افسانه اکبرشو بود. ضمناً 3 روز پیش مقامات انتظامی مالدو و یک شهروند 28 ساله تاجیکستان را هنگام عبور مرز با شناسنامه قلبکی اوکراین بازداشت کردند. دستگیر شده با اتهام‌های شرکت در نیروهای مسلحانه کشورهای دیگر و عمل‌های تروریستی تحت پیگرد مقامات تاجیک بوده است. چگونه جوانان به دام جنگجویان میافتند و حتی مرگ طلب میشوند؟ یک خبرنگار افغان با مثالهای روشن و در اساس حادثه های واقعی کتابی را منتشر کرد و در دوشنبه آن را معرفی نمود. زرنگیز نوروشو در این باره گزارش میدهد. این بحثی گرم اطراف کتابی تازه نشر به عنوان انتحاری است که اخیراً از سوی احمد فهیم کوهدامنی یک خبرنگاری افغان در دوشنبه نشر و رونمایی شد. انتحاری از سرنوشت تلخ یک جوانی افغان قصه می‌کند که به دام فریب گروه تروریستی می‌افتد، تجاوز می‌شود و حمله انتحاری انجام می‌دهد.
احمد فهیم کوهدامنی در کتاب خود با مثال روشن از یک راه جلب جوانان به گروه‌های تروریستی و آماده کردن مرگ طلبان نقل کرده است. مؤلف میگوید این داستان بر پایه واقعیت‌های زندگی در افغانستان انشا شده است. او نوجوان را خانوادهش به خاطر آموزش کتب دینی روان کرده، اما برعکس تروریست ها بر از او درس های دیگه میتن، بر علاوه که درس های ضد ارزش های انسانی میتن و فکر از او را تغییر میتن. مؤلف کتاب انتحاری تلاش کرده است در داستان خود قسمت پنهانی زندگی تروریستان را برای خواننده روشن کند. مؤلف میگوید هدفش از این اقدام هشدار به خانواده‌هایی است که فرزندان خود را به مکتب و مدرسه های مختلف برای تعلیم میفرستند. پهلوها را متوجه باشند که پسرهای از اونا را کیها آموزش میدن. باید متوجه مربیان از اونا باشن، متوجه معلمینشان باشن. آیا اون مدرسه که اینا درس میخوانند یک مدرسه واقعا درست و مورد تایید حکومت افغانستان یا حکومت‌های کشورهای مختلف است؟ در مراسم رونمایی کتاب انتحاری روزنامه‌نگاران و نویسنده‌های تاجیک هم محتوای این کتاب را برای جامعه تاجیکستان داغ و مهم ارزیابی کردند. خیلی موضوع داغ است در منطقه ما. این از یک طرف، از طرف دیگر که انتحاری روند خودکشی که از جانب شخصیت‌های علاهیده که در گروه‌های افراطی و افراطگرا تربیت می‌شوند و با کشورهای گوناگون فرستاده میشوند، تهدید جدی است برای تاجیکستان. برخی هم از چند نقطه در این کتاب انتقاد کردند. انتقاد هم بیشتر از صحنه‌های تجاوز شدن قهرمان داستان بود که مؤلف از آن چون یک راه اصلی جلب و چون مرگ طلب آماده کردن جوانان یاد کرده است. دنیای طالبان یا عموما هر گروه تروریستی که هست دنیای هر رنگ است، دنیای هر خیله هست و طرز مبارزه و تاکتیکای عملیات ها و طرز جلب کردن انتحاری ها و جوانان فقط آنگونه نیست که در اثر فهیم کوهدامنی انعکاس شده است. گرایش جوانان به گروه‌های تروریستی طی چند سال اخیر یکی از موضوعهای نگران کننده برای جامعه و مقامات در تاجیکستان هم هست. سرانگیزی نوروزشو گزارش میداد و در واقع مرکز مبارزه با تروریسم سال 2017 با نشر یک گزارش گفت در بین مرگ طلبان خارجی داعش تعدادی از همه بیشتر را تاجیکان تشکیل میدهند. با گفته سازمان از 194 مرگ طلب خارجی که از پایان سال 2015 تا آخر سال 2016 خود را ترک کردند، 27 نفرشان از تاجیکستان بودند. بینندگان عزیز، تا این لحظه برنامه ما درباره افزایش دارندگان شناسنامه روسیه از سوی خارجیان و حضور جنگجویان تاجیک در اوکراین برای شما معلومات دادیم. همچنین درباره کتاب گزارش داشتیم که یکی از راه‌های جلب جوانان را به گروه تروریستی بازگو می‌کند. حالا یک آگاهی داریم و بعد آن خبر و گزارش‌های دیگر را به شما تقدیم خواهیم کرد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. هفته‌نامه آزیا پلوس یکی از نشریه‌های معروف در تاجیکستان 20 ساله شد. امید باباخانوف مؤسس و سردبیر این نشریه میگوید در این مدت توانستند خواننده خود را پیدا کنند. اما باباخانوف از تنگ شدن فضای کاری برای آزیا پلوس و دیگر رسانه‌های مستقل در تاجیکستان نگران است. مولا رجب یوسفی با امید باباخانوف صحبت داشت و نخست از او پرسید که تا کجا از کار نشریه راضی است. به شکل عموم اگر گویم ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه رو استحصال میکنیم، نشر میکنیم. در یک مراجعت به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرامد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما خیلی که باز گفتم
چخیل که توجیکا میگن دروید و شروید در مثال ما همین چیز عملی گشت. آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آزیا پلوس در سالهای اخیر دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار می رود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا می کند. شما به این انتقادهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟ نه فقط آزیا پلوس بلکه دیگر ژورنال دیگر رسانه های ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع چون وضعیت دیگر شد. وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالهای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستند که باید ما خودداری کنیم یا خیلی با احتیاط باشیم. یعنی شما با این چیز معتقد هستید که برای آزیا پلوس و دیگر نشریه های مستقل حالا یک خط سرخ وجود دارد؟ اون خط پیش هم وجود داشت اما باز محدودتر شد. صحبت مفصل با امید باباخونов رو به زودی میتوانید در آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org تماشا کنید. این نقاب‌پوشی رو که میبینید از صحنه فیلم ترسناک گرفته نشده است. این نفر است که شب 6 январи امسال از صندوق خیریه مسجد عمر عادل در ناحیه اشت پولها را ربوده است. صندوق چند ماه پیش در بیرون از دروازه مسجد نصب شده بود. مقامات انتظامی گفتند نفر گمانبر در این دزدی را معین کردند که خواننده صنف 11 و ساکن ناحیه پانغاز بوده است. از روی نشاندادی گمانبر شده او از درون صندوق خیریه 150 سومانی گرفته است. گمانبر سال 2019 با حکم دادگاه به دزدی ایبدار شده به اجرای 80 ساعت کارهای حتمی مجازات شده بوده است. و حالا گزارشی داریم از زندگی دهشتناک ساکنان یک بینای یخبسته در ایرکوتسک. تصور کردن آنکه در این ساختمان صدموی عائله با فرزندان خردسال به سر میبرد تقریبا ناممکن است، اما ناچاری مجبور میکند. گزارشی را در این باره همراه میبینیم. این بنا برای یگان صحنه فیلمبرداری هالیوود منظره جالب می شود، اما در اصل چنین نیست. در این بینای یخبسته آدمان زندگی دارند. در میان آنها مادر 3 فرزند گلبهار کنجای و نیز هست. تصور کنید بهار شود با ما چه خواهد شد؟ آیا چنین ممکن است؟ در اینجا زندگی کردن حتی خطرناک است، خصوصا برای کودکان خیلی خطرناک است. بینای خوابگاه پیشین آموزشگاه حربی اویاسیونی ایرکوتسک سال 1982 ساخته شده است و چند سال باز در حالت صدموی قرار دارد. دیوارها کیها باز مغار بسته است و ساکنان به ویرانه ها و پنجره های شکسته عادت کردند. شوهر گلبهار سابق آشپز قسم حربی است. این عائله بیش از 15 سال باز در اینجا زندگی می کند. میگویند میترسند که کودکان را در خانه تنها مانند و در حالت ضروری با خود به کار میبرند. این زن میگوید که خدمات کمونالی بنا کار نمی کند. ما خودمان میکنیم. ساکنان آنهایی که اینجا زندگی میکنند برای تعمیر یگان جای پول جمع میکنند. چراغ‌های دالان را ما خودمان میخریم. اگر تعمیر برق لازم شد خودمان میکنیم و ما هیچ کس خدمت نمیرساند. گرمیدهی تنها در آشیانه یکم است. از نم و رطوبت زیاد دیوار و زینه پایه ها خراب شدند. آشیانه های از دوم بالای بنا زیر یخ قرار دارند. ماه نوامبر در شفت بنا لوله آب شکست و مشکلی ساکنان را زیاد کرد. بعد از برهم دادن آموزشگاه در سال 2009 بسیاری از مردم خوابگاه را ترک کردند. حالا در این بنای صدموی 4 عائله با شرطنامه‌ای که با وزارت مدافعه بستند زندگی می‌کنند. آنها کارمندان قطاری اند و در شهر ایرکوتسک امتیاز گرفتن خانه را ندارند. نزدیک 10 عائله دیگر غیر قانونی زندگی می‌کنند. با سبب مشکل حقوقی نمی‌توانند صاحب منزل خوب شوند. مقامات پیشنهاد کردند که توسط دادگاه از حقوق خود حمایت کنند و حق گرفتن منزل بهتر را پیدا نمایند. بعد از آنکه خبرنگاران این موضوع را رسانه‌ای کردند، مقامات هم وعده دادند که برای دسترس کردن سند یاری می‌رسانند. برنامه ما پایان یافت. خدا نگهدارتان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio